بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، محترم اهل اسلام، امروزها تربیت نسل نورس، تربیت فرزندها یکی از نازکترین، یکی از مهمترین مسئولیت‌ناک انسان‌ها شده ساده است. به همه ما معلوم است که در حیات امروزی ما اینترنت در آمده بسیار مشکلی‌های ما را سبک کرده ساده است. در کدام ساحه نباشد، قطعی نظر که چی ساحه اقتصادی باشد، چی ساحه اجتماعی باشد، چی ساحه سیاسی باشد، اینترنت یک کمکی به منت کرده رسانده ساده است. خلاص حیات امروزه ما را به کمکی، به یاردم اینترنت تصور کردن خیلی مشکل است. افسوس که در قطار همین خیلی منفعتناکیش جمعیت ما و اینترنت ضرر هم آورده ساده است، خصوصا در ساحه نسل نورس. اگر ما امروز تربیت نسل نورس به تربیت فرزندها و کمتر بی‌پروا شده مانیم یا کمتر به مسئولیت ناکمان را حس نکرده مانیم، فرزندها ما یگان جنایت به دست زدنشون یا که یگان خدا نگهدار گروه‌های دینی اکستریمیستی در آمده برفته خائن دولت خودشان شده برفتنشان به احتمالش خیلی کلان است. زیرا بعضی گروه‌های دینی اکستریمیستی با واسطه اینترنت با حیات جوانان ما تهدید، یعنی خفی کلان انداخته ساده‌اند. آنها این خیل گروه‌ها بعضی غایه‌های و عقیده‌های قلبکی خودشان را دستک گرفته، یعنی غایه‌های قلبکی خودشان اساس گرفته ساده، یاش‌ها را، جوان‌ها را از راه به راه زده به دام خودشان انداخته، در نتیجه آنها را با نوکران شیطان تبدیل داده ساده. همون دعوایی که آنها کرده ساده، همون غایه‌های عقیده‌های قلبکی آنهایی که ترغیب و تشویق کرده ساده، این هم باشد به جهاد دعوت کردن، به هجرت دعوت کردن، یا که در همین در راه هجرت یا در راه جهاد کردن وفات کند، شهید میشد گفتگی گپ‌های گفته یاش‌ها را، جوان‌ها را انا همین خیر راه‌ها و دعوت کرده ساده. اکنون لازم دانستیم درباره من هجرت کمتر باشد هم معلومات داده گذاشتم. به هجرت چیست؟ هجرت این کلمه عربی معنیش ترک کردن، جدا شدن، یا که از یک منزل به دیگر منزل کوچیده رفتن را هجرت میگن. این معنای لغویش، لیکن در شریعت باشد، در اصطلاح باشد، اگری هجرت گفتم بس گروه مسلمانان را با راهبری پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به شهر یثرب که حاضر شهر مدینه منوره میگویند کوچیده برفتنشان را هجرت میگویند. هم هجرت گفتم بس این همون هجرت پیغمبر ما، یعنی از مکه مکرمه به مدینه منوره کوچیده رفتنشان ما پیش نظر میاریم. اکنون همون هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه مسلمان ها چه هجرت بود؟ وای هجرت مجبوری بود، چون که همون گروه مسلمان ها و همون وقت شماری مسلمان ها خیلی کم بودن. از جانب مشرکان مکه نسبت پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، نسبت مسلمانانی که الله که به پیغمبر ما پیروی کرده، به اسلام اعتقاد کرده بودند، حیات آنها و اعتقاد دین آنها و تجاوز، خف و خطر اوج گرفته بود و آنها مجبور شدند که مکه مکرمه را ترک کرده به مدینه منوره هجرت کنند. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که هجرت کرده بودند، ما میدانیم مکه مکرمه در یک وادی جایگزین شده ساده است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه برآمده میرفته شدند، یک به مکه مکرمه نظر کردند، حتی آب دیده کردند، گفتند ای مکه، گفتند من تو را خیلی دوست می‌دارم، گفتند من نیت تو را ترک کردن ندارم، گفتند زیرا من مجبورم، گفتند زیرا من گفتند در کنار تو نشأ و نما یافتم، در آغوش تو من به وایه رسیدم، گفتند
من امروز مجبورم که تو را ترک کنم، لیکن البته من برگشته میایم. در حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با راهبری با همراهی یک چند شخصانی که به اسلام ایمان آورده بودند مکه مکرمه را ترک کردند، به مدینه منوره رفته. در آنجا من دولت مقدار معین استاده در آنجا من دولت اسلامی را برپا کردند. در آنجا شماره مسلمان ها انچه زیاد شد. در آنجا شماره مسلمان ها نه فقط زیاد شدند، بلکه آنها چی از جهتی مادی، چی از جهتی معنوی، چی از جهتی جسمانی بقوت شدند. در نتیجه من برگشته آمده مکه مکرمه را بازم از مشرک ها برگردانده گرفتند. یعنی به یک قطره خونریزی مکه را بازم از دست مشرک ها و دست مسلمان ها برگردانده گرفتند. و در همونجا من کعبه الله را از بت ها تازه کردن، پاک کردن و همونجا رفته گفتن که اکنون گفتن از این ایله به هجرت نیست. گفتن من رسول الله صلی الله علیه و سلم در خلافت یعنی در دولت اسلامی را یک چند سال اداره کردن. بعد اینا من خلفای راشدین یک چند سال قریب 30 سال دولت اسلامی را اداره کردن، راهبری کردن، لیکن با یگان بار هجرت به دعوت نکردن، چون که هجرت به حاجت نمانده بود. از تاریخ اسلام وقتی که کتاب ها را مطالعه میکنیم بسیار کلمه مهاجران را میخوانیم. مهاجر گفته همون شخصانی میگفتن که همون از مکه مکرمه مدینه منوره هجرت کردگان ها. لیکن همون مهاجر مقامش به شرط نبوده است عیناً از یک جا به دیگر جا هجرت کردن، بلکه آن چیزی که الله تعالی نهی کرده است از همان چیز دور شدن هم مقام مهاجر به برابر بوده است. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که آن چیزی را که الله تعالی نهی کرده است از همان چیز را ترک کردگی انسان حقیقی مهاجر است گفتند. اکنون در شرایط من اولا بار خدا را شکرها میگویم الحمدلله که در مملکت من شما زندگی کرده ایستادیم که در این وطن من شما برای اعتقاد ما، برای عبادت کردن ما در دین اسلام همه شرایط ها مهیا است. خدا بیاده شکر که من قریب که در همه قشلاق هایمان مسجد ها فعالیت نشان داده ایستادند. اهل اسلام، اهل مسلمان ها 5 وقت نمازشان را رفته با جماعت در مسجد ها ادا کرده ایستادند. نمازهای جمعه را خدا را شکر گزارانده ایستادیم. من خدا خواهد ماه مبارک رمضان در آمده ایستادند. 30 روز ماه مبارک رمضان قریب در بسیار مسجد ما ختم قرآن کتی افطار ها را کرده میگذاریم. من غیر از این سال به سال در مملکت ما برای زیارت کردن کعبه الله همه شرایط ها مهیاست. شماره حاجیان، شماره زیارت کنندگان خانه کعبه الله، شماره زیارت کنندگان حج عمره روز به روز سال به سال زیاده شده ایستاده است. من خدا خواهد من پندمی هم به آخر رها شده میشد بازم خانه خدا را رفته زیارت کر آمدن، رفته عمره کر آمدن. خدا خواهد انشاءالله جاشو میغتد این زیارت ها ما، این سفر ها ما. برای همین در همین شرایط زندگی کرده استاده بازم دعوای هجرت کردن این به فکر ما خیلی خطای کلان است. در اصل موافق نشانداد دین اسلام در مملکت هایی که به مثل ازبکستان برای آزادانه تینجی و خاطر جمعی ادا کردن رکنهای اسلام همه شرایط ها مهیاست، هجرت کرده نمی شود، زیرا این ناشکری است. خدای عز و جل به همه یاشام و جوان ها متوفق هدایت را نصیب روزیشان گرداند. در دین اسلام موافق نشاندادهای سنتی پیغمبرمان اعتقاد کرده زندگی بسر بردنشان خدای عز و جل نصیب روزیشان گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.